بچه یک سوال بپرسم، مایعات طول دارن؟ مثلا شما شنیدید بگم مایع طولش 2 متره؟ نه. مایعات مساحت دارن؟ نه. مایع شکل کی رو به خودش میگیره به عبارتی بهتر؟ ظرف، حجم. یه موردی هم بیام، کلاسمون زود تموم خواهد شد، کلاسمون زودتر امروز تموم خواهد شد. میدونید چرا زودتر تموم خواهد شد؟ چون اینایی که از اینجا داریم میگیم ما الان اینو رو حل کنیم تا اینجا برسیم، میرسیم سر گرما. اینا خودشون برای فردا تست زیاد دارن، اگر بگم دیگه فردا اونا رو نمیرسیم، این قسمت اصلا تموم نمیشه، سوالاتش سنگینه. پس بیا با هم دیگه یه صحبتایی کنیم. یک بار دیگه میپرسم، مایعات طول دارن؟ شما 2 ساعته دارید حل میکنید، برای چه نوع ماده ای دارید سوالات حل میکنید بچهای عزیز؟ 2 ساعت. برای جامدات. یک سوال بپرسم، این فصل گازها رو داره؟ این فصل گازها رو داره؟ نه. گازها رو بچهای تجربی توی درس چی قراره یاد بگیرن؟ شیمی. بچهای ریاضی تو فصل چی یاد میگیرن گازها رو؟ ترمودینامیک. P1V1 بر روی T1 مساوی P2V2 بر روی T2. یا میره جلوتر PV مساوی NRT. فقط یه سوالی ازتون بپرسم، راستش رو به من میگی؟ شما توی شیمیتون مثلا این فرمول رو داری، PV مساوی NRT رو داری تو شیمی هنوز یا حذف شده PV مساوی ندارید یا دارید؟ یه سری میگن نداریم، یه سری میگن داریم. خب حالا PV مساوی NR تتا، شما تا الان این فرمول اینجوری دیدید؟ نه. چرا؟ این تتاست. یک سوال، دلتا داره یا خودشه؟ اگر دلتا بود، دلتا تی با دلتا تتا فرقی، دلتا تی با دلتا تتا فرقی نداشت. پس چون تی خالیه همون تی. آیا میشه تتا گذاشت به جاش؟ آیا میشه تتا گذاشت؟ خب حالا یک سوال دیگه، مساحت چجوری به دست میاد؟ بیا با هم صحبت کنیم. مساحت چجوری به دست میاد از اینجا اگر بخوایم بگیم؟ مساحت حاصل ضرب چند تا طول میشه اگر بخوایم بگیم؟ 2 تا طول. قبول 2 تا طول میشه حاصل ضربش؟ یک سوالی بپرسم بچه، ما یعنی چند تا طول داریم اگر بخوایم بگیم؟ 2 تا. حالا فهمیدی چرا 2 آلفا میذارن؟ چون 2 تا طوله در اصل. یک سوال، حجم حاصل ضرب چند تا طول هست اگر شما 3 تا. پس ما باید چند تا ضریب طولی قرار بدیم تا این معادله جور در بیاد؟ 3 تا. فهمیدید چه اتفاقی افتاد از اینجا؟ این به چه چیزی گفته میشه از اینجا بخوایم بگیم بچه‌های عزیز؟ مساحت. واحدش m به توان چند هست از اینجا؟ 2. اسم آلفا ضریب انبساط چی بود اگر بخوایم بگیم؟ اسم آلفا طولی. 2 آلفا به ضریب انبساط چی گفته میشه؟ سطحی. یه بار آلفا به چی گفته میشه اگر بخوایم بگیم؟ ضریب انبساط طولی یا خطی. 3 آلفا به چه چیزی گفته میشه؟ حجمی رو نگو. ببین چی نوشتم؟ حجمی جامدات. ما چون توی حجمی ها چه نوع ماده ای هم داریم اگر بخوایم بگیم؟ المیرا گفت گازها. یزید تو دهن سرویس، گفتم ما گازها رو بررسی نمی کنیم، فقط کی رو قراره بررسی کنیم از اینجا؟ مایعات. پس یه بحثی، این فرمول دلتا وی به چند فرم نوشته میشه از اینجا؟ 2 فرم. کیا کتاب تست دارن؟ کیا کتاب تست دارن؟
دیدید تو کتاب تستا نوابغ اومدن نوشتن بتا مساوی 3 آلفا؟ دیدید اینو اومد؟ یعنی خاک بر سرشون. این درسته؟ آیا اصلا بخوایم از اینجا بگیم نه؟ بتا ضریب ان بچه مثل شیر مساوی شیر جنگل همون شیر خوردنیه. آیا درسته مثلا با این استنباط چون اسمشون مثل همه کتاب؟ یه بحثی قرمون شکلت برم درست بگو متوجه بشن همه دوستاتم. تکرار کن با من. بتا ضریب انبساط حجمیه، 3 آلفا هم ضریب انبساط حجمیه. ولی یه چیزی، این برای کی استفاده میشه از اینجا؟ مایعات. این بابا برای کی استفاده میشه؟ جامدات. یک سوال، ضریب انبساط سطحی لازم جامدات بگید دیگه؟ لازم جامدات بگید؟ نه دیگه. بچه‌ها یک سوال بپرسم، وقتی از شما میپرسن کلاس کجا میرید، شما بگید جهشینو یا قضاتی فرقی نداره. چرا فرقی نداره؟ این هم داستانشه. چون یه تک درس دیگه قبول داری به یارو بگید یا جهشینو میرم یا قضاتی رو میرم فرقی نداره، ولی مؤسسات دیگه میتونید این لفظ رو به کار ببرید، درسای دیگر رو داره. اینجا هم داستان همینه. یک سوال، ما اینجا برای اینا کلمش رو درست به کار بریم. یعنی چی؟ حالا متوجه هستید که طراحهای محترم، یک سوالی ازتون بپرسم. بذار یه دقیقه نشونت بدم عزیز من، بذار یه دقیقه نشونت بدم. حالا فهمیدی چرا اینی که گفته این یعنی چی؟ ضریب انبساط حجمی هم میتونه چی باشه؟ اسم حجمی به کار برده، هم 3 آلفا هم بتا. قبول هم 3 آلفا هم بتا؟ یک سوال، چی گفته از اینجا؟ بنزین. به نظرتون این چی بوده از اینجا؟ طراح خیلی بی تربیت بود. کنکور کیم بوده؟ پدر سوخته از اینجا 403. پدر سوخته اومده نماد بتا رو استفاده کنه از اینجا؟ نه. کسی نفهمیده باشه ضریب انبساط 3 آلفا بنویسه درسته؟ آیا اینی که اینجا داره قرار میده درسته؟ آیا قضاتی چرا؟ میدونی چرا؟ چون میخواد تو فرمول بذاره. مثلا اینجا می نویسه دلتا وی مساوی وی 3 آلفا دلتا تتا، یا دلتا وی مساوی وی بتا دلتا تتا. یارو اینو میذاره 10 به توان منفی 3 جاگذاری میکنه، اینم 10 به توان منفی 3. طراحش خنگ بوده. گرفتی پس چه اتفاقی افتاد؟ یارو مثلا اینجا میخواد، یعنی تو فرمولش که میذاره درست در میاد. شانسی. گرفتید پس اینجا شانسی. امیرعلی سبزی تو رو قرآن نشون بده که پدری بالا سرت بوده، مادری بالا سرت بوده. امیرعلی سبزی از اول کلاس هی داری سوال میپرسی، بعد میگی چرا جواب سوالای منو نمیدید؟ امیرعلی سبزی کلاس شخصی تو نیست که. تو بچه که اینجا به تو یه علاقه خاصی ویژه‌ای داشته باشم. من اینجا با تو فامیل نیستیم که بقیه بچه‌ها. من الان با امیرعلی سبزی صحبت کنم یک ساعت، بقیه بچه‌ها حکم خیار پیدا نمی‌کنن، فقط باید نگاه کنن تو ما دو تا صحبت کنیم. امیرعلی سبزی شور داشته باش. من اونجا دیدم نوشته بودی که آقای قضاتی من اینترنتم قطع شد، الان وارد کلاس شدم، لطفاً از اول توضیح بدید. من دیدم این پیغام تو، ولی سعی کردم تو اون روی دیگه خودم و تو درون خودم خفه کنم، به تو نگم که امیرعلی سبزی خودداری کنم، نگم امیرعلی سبزی تو واقعا اندازه یک سبزی نمیفهمی. تو وقتی اینترنت قطع شده دیر وارد کلاس شدی، دلیلی نداره که من بخوام همه بچه‌ها نگه دارم از اول به تو درس بدم. لطفاً شعور به خرج بدم.
وسط درس من 50 بار میفرستی میبینم، ولی سعی میکنم بهت توجه نکنم. یک بار دیگه، آلفا ضریب انبساط دست روی کیبورد، آلفا ضریب انبساط طولی یا خط. مساحت حاصل ضرب چند طوله؟ 2 طول. به خاطر همین یه ضریب چند گرفته؟ 2. حجم جامدات از چند تا طول بده؟ 3 تا. جامدات 3 آلفا میشه. مایعات چی میشه از اینجا؟ بتا. آیا بتا با 3 آلفا برابره؟ کتاب تست ها اومدن نوشتن نه. تازه یه چیز باحال، بتا حتما از 3 آلفا بیشتره. تغییرات ما همیشه مایعات از جامدات بیشتره. یه مثال بزنم مغزت باز بشه، متوجه بشی چی دارم میگم. توی قابلمه شیر بریزیم، قبول بچه عزیز؟ شعله گرما میده. گرما که میده توی اون قابلمه جامد، یک سوال، دماش تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ دست روی کیبورد. تغییر میکنه. دماش زیاد میشه یا کم میشه؟ زیاد. قابلمه بزرگ میشه یا نمیشه؟ میشه، ولی انقدر کمه که شما متوجه نمیشید. قابلمه گرما رو میده به کی؟ قابلمه گرما رو میده به کی؟ آها، شیر. دماش میره بالا. شیر بزرگ میشه یا نمیشه؟ میشه. از قابلمه بعد از یه مدتی چی میشه؟ از قابلمه بعد از یه مدتی چی میشه؟ لبریز میشه. یک سوال، قابلمه بزرگ شده بود یا نشده بود؟ شده بود. شیر بزرگ شده بود یا نشده بود؟ شده بود. شیر تو قابلمه دیگه جا نشد، لبریز شد. دیدید یه ظرف و لب پر از مایع کنید تا تزیاد کنید همیشه لبریز میشه تا لب. چون تغییرات کی از کی بیشتره؟ تغییرات کی از کی بیشتره؟ مایع از جامد. یک سوال، دیدید قابلمه رو یهو بر میدارید میذارید داغه، میذارید زیر آب سرد، باز میکنید یا یه صدای اینجوری میده؟ میدونید داستان چیه؟ قابلمه دماش بالاست یا پایینه؟ قابلمه دماش بالاست. شما یهو زیر آب سرد میگیرید، دماش میاد پایین. دماش میاد پایین، این میخواد ابعادش کم بشه. جامدات تراکم پذیر نیستن. مولکول ها میخوان فشرده بشن، جای تراکم وجود نداره. به همدیگه چی وارد میکنن؟ به همدیگه ضربه، نیرو، انرژی. فهمیدی اون صدای چه صدای برخورد ذرات یا مولکول ها هستن؟ انقدر به همدیگه فشار وارد میکنن، جا داره دود بلند میشه، از روش بخار بلند میشه. اون در از انرژی بین اوناست که داره آزاد میشه. فهمیدید داستان قابلمه اینا چی هستش؟ پس تغییرات کی همیشه از کی بیشتر هست در اصل بخوایم بگیم ما. یه لحظه وای میستی جون من یه چیزی بگم. این فرمول رو جلوتر گفتم اصلا پشمات نریزه. میدونی کدوم فرمول رو جلوتر گفتم اصلا پشمات نریزه؟ یه همچین چیزی گفتم اصلا پشمات نریزه. تو مطمئنم که بلدی. توضیح بدم چیه؟ بچه این برای کیه؟ راستشو بگو. اینو جلوتر نوشتم. مایه. الان توضیح بدم، بعد از توضیح دادن ببین الان مغزت میکشه از کجا بود. این برای کیه؟ آها، جامد. شما در چند فرمول نوشتید؟ یک فرمول. چند تا فرمول باید بودن اینا انصافا؟ 2 تا. چرا شما توی یه فرمول نوشتید؟ چه جوری بود ما توی یه فرمول می نوشتیم؟ آها، حجمای اولیه چی بود از اینجا؟ یکسان. اینم یکسان. چی گرفتید ازشون؟ آها، فاکتور. اینا رو از همدیگه چی کار کردید؟ کم. این چیه در اصل؟ اختلاف همون لبریز شده است دیگه.
گرفتید؟ پس این فرمول از کجا به دست میاد؟ شما همین الان جون من اینجوری ننوشتی؟ خدا وکیلی من اینجوری ننوشتید؟ L1 دلتا تتا آلفا آلومینیوم منهای آلفا مس. جون من شما اینجوری حل نمی کردید حضرت عباسی؟ اینو کی این مدلی نوشتید؟ حالا بگو. فکر کنم مطلب جا افتاد. حالا بگو کی اینجوری نوشتی؟ طولهای اولیه چی بودن؟ برابر. یه بحث دیگه، این اختلاف چیا رو میخواستن از شما؟ طول. یک سوال، اینجا شما طول نوشتید یا حجم نوشتید؟ از اینجا حجمای یعنی اولیه با هم دیگه چی بودن؟ از اینجا برابر. چی گرفتید در از این دوتا پارامتر؟ فاکتور. برابر نباشن میتونستید اینجوری بنویسید اون موقع؟ نه. چی رو باید جدا می نوشتید برابر نبودن؟ راستشو بگو. چی رو باید جدا می نوشتید؟ آها، یعنی با هم دیگه می نوشتید یا جدا جدا باید می نوشتید؟ جدا. بچه حالا فهمیدید اینایی که گرم میکنن میگن چقدر خالی؟ من فرمول نوشتم یا توضیحات اومدم نوشتم؟ از اینجا توضیحات. یک سوال، 1 2 تا 3 تا 4 چند مرحله نوشتم به نظر شما؟ 4 مرحله. چرا اینجا من 4 مرحله اومدم نوشتم در اصل؟ این خود مرحله 3 توش چند مرحله هست در چون حجمای اولیه برابر نیست. برابر باشه چند بار فرمولو بنویسی کار در اومده؟ یه بار. یک سوالی ازتون بپرسم بچه ها، من اگر توی آینده یهو اومدم برای تو اینو نوشتم ببینم تو فهمیدی یا نه، اومدم تو آینده اینو نوشتم تو آینده، بچه ها کسی اگر میتونه مثلا برای من اینو تشریح کنه چرا قضاتی از همچین چیزی استفاده کرده؟ برم ببینم میفهمی چرا. در از چند ماده استفاده کردم من؟ 2 ماده. چرا از 2 ماده یه بار فرمول نوشتم؟ چرا از 2 ماده یه بار فرمول نوشتم؟ آها، چون اینا حجمای اولیه‌شون چی بوده؟ برابر. هر دوتاشو چند آلفایی نوشتم از اینجا؟ 3 آلفا. یعنی هر دوتاشون برای چی بوده؟ آها، حجم کی بوده در اصل؟ حجم جامد. هر دوتا هم جامد بوده. یه بحث دیگه، مشکلی داشت الان اینو اینجوری نوشتم؟ یه بحث دیگه، اینجوری می نوشتم تو چی می گفتی؟ اینجوری می نوشتم تو چی می گفتی از اینجا؟ آها، می گفتی این در اصل مایع و جامد حجما برابر اینو نوشته. کسی مشکلی داره؟ کسی مشکلی داره؟ دکتر اگر دیدی یه اسکل اینو نوشته چی کارش میکنی از اینجا این اسکلو؟ یا جرش میدی میگی غلط نوشتی یا درستش میکنی؟ اینجا رو درست کردنش میدونی چجوری درستش میکنی؟ میدونی چجوری درستش میکنی؟ بچه مثلا بگه 10 تا لبریز شده اینجوری میذاری. گرفتی چی شد؟ اگر یه نفر، چرا؟ چون تغییرات تو خودت بلدی اینجا رو درست کنی. اینو کسی نمی نویسه، بنویسه اسکله. ولی خواستم مفهوم رو بگیری. گرفتی مفهومی که دنبالش بودم چی کار باید بکنی از اینجا؟ یعنی تغییرات کی حتما از کی بیشتره؟ تغییرات کی حتما از مایع از کی بیشتره؟ حتما بخوایم بگیم جامد. یعنی بتا حتما از کی بیشتره از اینجا؟ بتا حتما از 3 آلفا. تو
سوالات نگاه کردی دیدی متر خواسته، سانتی متر خواسته، میلیمتر خواسته، یعنی کی رو خواسته از شما؟ دلتا ال، تغییرات طول. اگر تو سوالات دیدی متر مربع، سانتی متر مربع، اینا رو خواسته، یعنی کی رو خواسته از شما؟ مساحت. دیدید متر مکعب اومده، سانتی متر مکعب، یعنی کی رو خواسته؟ حجم. بچه کسی میدونه قطر اومد کی رو باید حل کنیم؟ قطر واحده، آها طولیه. قطر یا شعاع دیدی از طول میری. حله بچه عزیز، حله. اگر سوال گفت یه میله رو گرم کنیم طولش چند درصد زیاد بشه از اینجا؟ 1%. بچه درصد باشه این عددش چند میشه؟ درصد باشه 100. این عددش چند میشه؟ عددش 100. طول 1% زیاد بشه مساحت چند درصد زیاد میشه؟ 2% دیگه. قبول داری؟ چرا؟ فرمولش یه ضریب چند داره از اینجا؟ 2. حجمش چند درصد زیاد میشه؟ 3. یه چیزی بگم، میدونید تو کنکور یه بار فقط اومده؟ میدونید کنکور یه بار اومده؟ ولی من قراره تو سواله فردا یه کاری کنم، اینو درصد بدم، اینو عدد بخوام. یعنی چند تا فرمولو میخوام ترکیب کنم برای تو؟ 2 تا. میدونی 2 تا فرمول غیر همجنس چجوری حل میشن؟ میدونی؟ نسبت. الان اون درصدیا بودن بهت گفتم، درصدیا اون تو کنکور اومده ذهنی میشه زد. یه دقیقه دلتا ال مساوی L1 آلفا دلتا تتا. قبول ملخ اعظم؟ قبول ملخ اعظم؟ دلتا وی رو خواسته، تو گفتی این 1% تغییر کنه، این چند درصد قراره تغییر کنه از اینجا؟ 3. چجوری گفتی سوال درصدی باشه؟ اینو چند میخوای بذاری سوال درصدی باشه؟ 100. سوال درصدی باشه اینو میخوای چند بذاری؟ 100. 100 با 100 چی میشه از اینجا؟ ساده. آلفا با آلفا چی میشه از اینجا؟ ساده. دلتا تتا با دلتا تتا چی میشه از اینجا؟ ساده. زیاد شده بود از اینجا 1. طرفین وسطین کنی حجم چند درصد زیاد میشه؟ 3. فهمیدی از کجا داشتم اینو بهتون میگفتم؟ ملخی از اینجا به بعد تو سواله کنکور نیست، طولها حجمها 2 تا طول رو مقایسه کنن، برابر نباشن فرمولاش فردا با هم یا جدا از هم نوشته بشه، جدا از هم. ولی اگر دیدی طول و با مساحت اینا به هم ربط دارن، طول و با مساحت، بذار واضح تر بگم، 4 متر بیشتره یا 7 ثانیه؟ 4 متر بیشتره یا 7 ثانیه؟ نمیشه که. بچه ها 3 متر رو میشه با 4 متر مکعب مقایسش کرد؟ نه. پس غیر همجنس دیدیم 2 تا دادن به هم دیگه چی کار میکنیم که راحت باشیم؟ تقسیم و نسبت. گرفتی چه اتفاقی افتاد؟ سوال کنکورش که کاری نداره، شماها همه رو میتونید حل کنید، مهم اون سواله فرداست. بچهای عزیز من الان مثال دارم میگم، یک سوال این چی خواسته از شما از اینجا؟ مساحت. فرمول جاگذاری. سخته واقعا یه فرمول جاگذاری. چی خواسته از شما؟ فرمول جاگذاری. چی خواسته از شما؟ حجم. فرمول جاگذاری. چی خواسته از شما؟ یه لحظه وایسا. پدر سوخته چی رو داده به شما؟ حجم. چی رو خواسته از شما؟ 100. جنسا یکی.
نیست. چی کار کنیم جور در بیاد؟ آفرین آفرین. همه گرفتن. چی داده به شما؟ حجم. سخته به نظر شما؟ سخته. یک سوال. وقتی قطعه میگه قطعه مایه است به نظر شما؟ نه. یه نفر گفت من درصد رو متوجه نشدم. میدونی چرا؟ اولیه رو 100 بذار. لازم نیست خیلی باهوش باشی، فقط اسکل نباش. هر موقع درصد اومد اولیه رو 100 بذار. فقط همین. هیچ کاری لازم نیست شما انجام بدید، فقط اسکل نباشید. یک سوال. از قطعه فهمیدید جامده یا مایع است؟ اولین بحث جامد. اگر اونجا رو هم نفهمیدی، چون ضریب انبساط طولی گفته یعنی جامد بوده یا مایع بوده، چون این کلمه رو به کار برده جامد بوده. یک سوال دیگر بچه عزیز من، این سوال ها رو یه نگاه بندازید. این در مورد کی داره صحبت میکنه؟ حجم. هر جا حجم اومد اول جنس رو پیدا کن. جنسش فلز جامده یا مایع است؟ اینجا اینی که به کار برده آباری کلا جامده. اوکی بچه ها؟ یک سوال. کلمه چی به کار برده از اینجا؟ حجم. یه قطعه سرب جامده یا مایع هستش؟ جامد. تازه ضریب انبساط طولی هم گفته جامده یا مایع هستش؟ جامد. حله. یک سوال دیگر. کلمه چی به کار برده از اینجا؟ مساحت. میدونیم که قطعاً ماده ما چه چیزی خواهد بود؟ جامد. حله بچه عزیز من؟ همه گرفتن؟ یک سوال دیگه. یه ضریب انبساط طولی هم داده. ضریب انبساط طولی برای جامد داده یا مایع داده؟ ضریب انبساط طولی که گفته جامد. سوال من، یه تخته آلومینیومی فلان حفره داریم. مساحت چنده؟ 50. بچه ها دما رو به 80 میرسونیم. دما 0 بوده شده 80. 0 شده 80. دما رو زیاد کردیم یا کم کردیم؟ زیاد. دما زیاد بشه این 50 من بزرگتر خواهد شد یا کوچیکتر خواهد شد؟ بزرگتر. یعنی مساحت چند میشه؟ مساحت از 50 چی خواهد شد؟ بیشتر. به نظر شما کدامین گزینه ها محروم میشن؟ حذف میشن. گزینه 1 و 2 حذف میشه از اینجا. مورد بعدی، مساحت اومده از دلتا چی استفاده کنیم؟ قطعاً بخوایم بگیم آ مساوی آ1 چند آلفا باید استفاده بشه از اینجا؟ 2 آلفا. دلتا مساحت اول چنده؟ 50 سانتی متر مربع. سانتی متر مربع لازمه 50 دست توش ببریم از اینجا؟ نه. 50 راستی چند می نوشتید خودتونم راحت تر بودید؟ 102. 2 تا آلفا. آلفامون چه عددیه؟ بچه ها 2/3 یا 23 ضرب در 10 به توان منفی 6. قبوله تا اینجا 23 ضرب در 10 به توان منفی 6 ضرب داره. دما چقدر تغییر کرده؟ از 0 تا 80 رفته؟ 80 تا. اول تکلیف 0 رو مشخص کنیم. 0 رو بریم سراغشون. بچه ها 2 تا 50 تا چند تا میشه از اینجا؟ 100 تا. 100 با این یه 0 چند تا میشه از اینجا؟ 100 با این 10 به توان 3. با 10 به توان منفی 6 ساده بشه 10 به توان منفی 3 میمونه. راستی بچه ها از تقریبا به کار برده، کلمه تقریبا به کار برده. 1/3/24 گزینه چند باید درست باشه؟ 4. ولی اگر اونم نمیریم از اینجا
8 تا 23 تا. بچه ها سعی کنید اینجوری ضرب کنید. 8 تا 20 تا 8 تا 20 تا 8 تا 20 تا 160 تا. 8 تا 3 تا چند تا میشه؟ 24. 160 با 24 184. حل بچه از من، حل. مساحت چند میشه؟ مساحت ابتدا چند بود؟ عددش از اینجا 50. چقدر تغییرات داشته؟ 184,000. دما زیاد شده یا کم شده؟ به عبارتی بهتر زیاد. یعنی علامت چی به کار میبریم از اینجا؟ مثبت. حل بچه عزیز من، اوکی از اینجا؟ سوال بعدی. عزیز دل من بیا اینجا. این سوال در مورد کی صحبت کرده با ما؟ بدبخت بیچاره حجم رو صحبت کرده. 401. یعنی مشکلی داره ما دلتا وی بریم از اینجا؟ می نویسم V1 دلتا تتا. شما به من بگید از بتا باید استفاده کنم یا 3 آلفا باید استفاده کنم؟ آها 3 تا آلفا. سوال من بچه حجمش چند درصد؟ اون دوستتون بود گفت درصد یه ذره سخته، گفتم فقط کافی خنگ نباشید. بچه درصد چون گفته عدد اینو چند میخواین از اینجا قرار بدید؟ 100 ضرب داره 3 تا آلفا. 3 رو تو این عدد ضرب کنیم قبول 9 تا 10 به توان منهای 5 خواهد شد. تغییرات دما از 20 رفته به 200. چند تا تغییرات داشته از اینجا؟ 200 تا. میدونید چرا؟ بچه نگفته 200 شده، یارو رکب زده کثافت. گفته دما 20. چند تا افزایش دادیم؟ ای پدر سوخته. یعنی تغییراتش همون چند تا بوده؟ 200 تا بوده. یعنی عملا دمای اول اینجوری هم بنویسیم دمای اول چند بوده به قول خود طراح از اینجا؟ چقدر تغییر کرده دما از اینجا؟ 200 تا. یعنی دمای آخر به چه عددی رسیده از اینجا؟ 220 تا. ما اینجا کدومو میخوایم لازم داریم از اینجا؟ تغییرات. یعنی عدد چندو میذارم اینجا؟ 200. اول تکلیف صفرات 2 تا با 2 تا با این بره 10 به توان منفی چند میشه؟ 1. یه عدد چندم داریم اینجا؟ 2 9 تا 18 تقسیم بر 10 18 دهم. یعنی گزینه چند درست بوده از اینجا؟ 2. حله پس بچه عزیز من اوکیه. یه چیزی هم بهتون بگم بچه، میدونید این سوال هم زرنگ بودید کدوم گزینه ها رو میذاشتید کنار؟ اگر زرنگ بودید گزینه 3 و 4. میدونید چرا 3 و 4؟ میدونید چرا 3 و 4؟ میدونید چرا 3 و 4 رو میذاشتی کنار؟ بذار من بگم. این چی بود؟ این چیزی که شما الان گفتید جامد بود، مایع بود، چی بود؟ جامدات تغییراتشون خیلی 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 کمه. آیا مثلا یهو 15 درجه 6 7 8 10 15 20 30 40 50 60 درصد تغییر میکنن؟ انقدر درصد تغییر میکنن؟ نه، جامدات تغییراتشون ریزه. ولی شما مثل آدم حل کنید. میدونید چرا مثل آدم حل کنید؟ چون طراح جلوی شما شعور نداره. الان دیدی پل معلق 900 متر بود، هنوز ژاپنیا تو پشمشون ریخته. پل معلق 1158 متر دادن. یارو مثلا هرچی پل صراط هم دیگه 1158 متر نیست معلق.
بچه ها با پل پایدار میزنن، انقدر نمیتونن بزنن. اینا 1158 متر پل زدن. البته اینجا ایرانه. میدونن اتوبان این بر رشت رو کی رفته جدیده رو، تهران سمت رشت چند تا تونل داره؟ کسی میدونه؟ 12 تا. محمد یوسف باداور میگه اونا رو بابام درست کرده. الان اتفاق میخواستم میگم چقدر نخبه ایه، پس فامیلیش هم فهمیدیم. محمد یوسف باداور. میگم چقدر آدم. خب باداور. بچه علی جاده رشت رو رفتی؟ اتوبان جدیدش رو زدن از منجیل و اینا میره، رفتی؟ چند تا تونل داره؟ دقت نکردی؟ 12 تا تونل داره. میدونی چرا؟ اسم 12 امامو گذاشتن. بعد یه چیز جالب بهت بگم، واقعا اسم 12. میدونی چند تا تونل لازم بود؟ 10 تا. 2 تا دیدن کم میاد، 2 تا الکی تونل زدن، استادن روی کوه نیست، همینجوری زدن تونل. جدی میگم باداور. بچا 12 تا تونل اومدن زدن. خب از اینجا چند تا؟ آره ما پل معلق مثلا تو فرانسه 2000 متری هم داریم، ولی اون پل معلقی که مثلا 2000 متره جنسش از فلز خالص نیست، چون خیلی تاب برمی داره اینا. یعنی اینا چیزایی هستن که هیچ کس دقت نمیکنه. بچه‌ها باداور دهن سرویس به بابا سلام برسون. باداور کلاس من اگر ثبت نام کردی حتما میخوام پولتو برگردونم، حتما میخوام پولتو برگردونم. بچه‌ها میگن چرا؟ بچه‌ها بذار پول حرام قاطی پولامون نشه. یه زندگی با پول حلال زندگی کردیم. باداور هر موقع اوکی بودی بگو پولو برمی‌دارم. بذار خب بیا اینجا. آقا سوال بعدی، دوباره کلمه چی به کار برده از اینجا؟ دوباره کلمه چی به کار؟ حجم. حجم به کار برده. یک سوال، جامده یا مایع هستش قربون شکلت برم از اینجا؟ آها جامد. دلتا وی مساوی وی 1 3 آلفا دلتا تتا. حل بچه عزیز از اینجا، چون کلمه درصد به کار برده برای وی 1 عدد چند قرار بدیم؟ چون درصد به کار برده 100 ضرب داره 3 تا آلفا. انبساط طولی آلفا رو داده، 3 ضرب در آلفا که میشه 2 تا 10 به توان منهای 5. دما 250 تا تغییر کرده. اینم 250. 1004 رو من می نوشتی بد نبود. عزیز من کمکم میکنی؟ 2 تا 250 چند تا میشه از اینجا؟ 500. 3 تا 500 تا چند تا میشه؟ 1500. عدد من 1500. یه سوالی ازت بپرسم، 1500 در از چند تا صفر داره؟ 1500 2 تا. با این 2 تا میشه 4 تا. این 4 تاش از بین میره، یعنی عدد من میشه 1500 به چند میرسه از اینجا؟ 1.5. سخت بود انصافا حضرت عباسی؟ سخت بود. یک سوال دیگه، دمای کره فلزی افزایش دادیم، حجمش رو داده، در ازاش مساحت رو خواسته. آیا جنس این دوتا با هم برابرن؟ آیا؟ پس بهترین کاری که بتونیم تو زندگیمون انجام بدیم دلتا وی مساوی وی 1 3 آلفا دلتا تتا. بهترین کار ممکن این بود که از اینجا برای مساحتم بنویسیم، بعد اینجا چیکار کنیم؟ تقسیم. بچه ها میدونی کتاب تستا اینو چجوری حل میکنن؟ میدونید کتاب تستا چجوری حل میکنن؟ نگم بهتون، خیلی خفن حل میکنن. بچه ها دلتا تتا رو چند میذارن از اینجا؟ دلتا تتا رو
برای 80. نسبت اینو میذارن، از اینجا آلفا رو به دست میارن، قبول آلفا رو به دست میارن، دوباره میان آلفا رو تو خط پایین میذارن. بچه اسکولن دیگه، نیستن حضرت عباسی. اونا میگن این کارو بکن. من به شما میگم بهتره که به همدیگه چی کار کنی که اینا راحت تر حل بشن. از اینجا تقسیمش کنی. تقسیم کنیم بچه عزیز، آلفا با آلفا میمونه یا ساده میشه؟ از اینجا ساده. یک سوال، درصد گفته اینو چند میخوایی بذاری درصد گفته؟ 100 هم درصد گفته اینو چند میخوای از اینجا بذاری؟ 100. بچه ها حجم و عددشو داده، حجمو داده 800. مساحت رو نمیدونم چنده. صورت یه ضریب چند مونده برای من از اینجا؟ 3. تغییرات دما برای حجم چه عددی بوده از اینجا؟ 80. بچه ها مخرج ضریب چند مونده برای من؟ 2. تغییرات دما برای مساحت چند درجه بوده از اینجا؟ 60. راستی صفرها مهم بودن انصافا، اگر بخوایم بگیم صفرها رو نمیدیدی 8 با 8 میرفت، 3 با 6 میرفت، عدد چند میشد؟ 2. 2 تا 4، یعنی گزینه چند به دست می اومد از اینجا؟ آها، سخت بود انصافا اگر اینا رو میخواست اینجا حل کنیم. اگر صفراشم ول کنیم این صفر با این میره، قبول از اینجا این صفر رو با هم میره. 3 با 6 ساده بشه چه عددی میده؟ 2. 2 ضرب در 2 4، 8 با 4 ساده بشه 2. 2 با 800 ساده بشه جواب مسئله 400 خواهد شد. اوکی بچه های عزیز من، حل. یه چیز بهتون بگم، من نمیدونم اینایی که احمقم مثلا چی میگن. یارو میگه روش‌های قضاتی تو کنکورهای جدید جواب نمیده. عزیز من این کنکور اصلا روش نمیخواد که، یه نگاه بندازی خود به خود به جواب میرسه دیگه. یارو مثلا چی رو روش میخواد؟ محسن مردمی، وای پشمام چه سوال خفنی خواسته. ولی اگر درصد سطح جامد رو داد، مایه رو خواست چی؟ پشما چقدر سوال خفنی داد. حالا من بگم سوالی که فردا داری طول رو دادم. اول طول مایه رو دادم، مایات طول دارن، فردا دارید خواهید مایات طول دارن، ریختم تو ظرف، مایه طول داره، بعد داغش کردم، حجم مایه بیرون ریخته شده رو خواستم. حجم مایه بیرون ریخته شده رو خواستم. پس اون سوالی که تو میپرسی خیلی به مغز فشار نیار. اونا تو کلاس فردا حکم تو رو داره تو این کلاس، یعنی اسکل‌ترین حالت سوالاته. پس فکر نکن خیلی مغز کار میکنه، پس سوال طراحی نکن. حل. پس بچه عزیزی نزیجا، سوالی که فردا دارید نسبت طول مایه به طول مایه رو دادیم، گفتیم اینقدر. بچه طول مایه داریم، اصلا ما طول مایه داریم، اصلا طول مایه داریم. میدونی چه جوری داریم؟ طول مایه نه، طول ظرف نمیشه. طول مایه اینجوری میشه که مساحت کف ثابت میمونه. حل بچه عزیز، مساحت کف فردا میگم. مساحت کف چی میمونه برای ما؟ مساحت کف رسا اسماعیلی خیلی دیگه چرت و پرت نپرس. مساحت سطح ثابته. این فرمول می نویسید دلتا وی مساوی وی 1 بتا دلتا تتا. بچه این فرمول براتون اوکی دیگه. این میشه دلتا هاش ضرب در آ مساوی هاش 1 ضرب در آ، چون مساحت ثابته، بتا دلتا تتا. از اینجا آها با هم دیگه ساده میشن، دلتا هاش میشه هاش 1 بتا دلتا تتا.
پس عجله نکنید. شما امروز اتفاقی که افتاد اندازه شاگردای معلمای دیگه یاد گرفتید، اونا هم تست کنکور کار میکنن، بعد به اونا میگن برای ضعیفا خوبه. این دیگه ضعیف نیست، به نظر من اینا برای عقب افتادای ذهنی ان دیگه، واقعا برای عقب افتادای ذهنی ان. فردا سوالات اصلا قابل قیاس با اینا نیست. حل بریم اینجا رو با هم دیگه حل کنیم. یک سوال دیگه بچه‌ها، این حجم داده دلتا وی مساوی هست با V1 جامد 3 آلفا دلتا تتا. مشکلی دارین شماها از اینجا؟ مشکلی دارین؟ راستی صفراش خیلی مهمه الان طبق چیزی که شماها دارید مشاهده میکنید؟ نه، ولی حالا بذاریم. بچه ها حجم اولیه‌مون چه عددی هست از اینجا بخوایم بگیم؟ 1000 10 به توان 3 ضرب در 3 آلفا ضرب در تغییرات دما چند کلوینه از اینجا بخوایم بگیم؟ 120. تغییرات دمای سلسیوس و کلوین فرقی با همدیگه ندارن، یعنی اینجا 120 رو میذارم. بچه‌ها حجم چقدر افزایش داشته از اینجا؟ 8/1، یعنی ضرب در 10 به توان منهای 1. قبول بچه عزیز من؟ قبوله. بچه 1 0 بیاد رو این 10 به توان چند میشه از اینجا؟ 1 0 بیاد 10 به توان 4. مثبت. اینم بره اونور، یا 10 به توان 4 بیاد اینور 10 به توان 4، یعنی فعلا یه 10 به توان منهای 5 داریم. قبول یه 10 به توان منهای 5 علل حساب از اینجا داریم. یه سوال دیگه بچه عزیز، شروع کنیم ساده کردن. از اینجا یکی بگی 3، اینم 4 ضرب در 3. یه دقیقه بگی 3 تا چند تا میشه از اینجا؟ 9 با 81 بره چند میشه؟ 9. 4 زیرشه، 9 تقسیم بر 4. اگر 8 تقسیم بر 4 بود میشد 2. 9 تقسیم بر 4 یعنی 1/4 اضافی تر داره، 2 25. این هم از این سخت بود انصافا، از اینجا سخته. 2 تا سوال آخرمون برای این جلسه که به سر گرما رسیدیم. فردا اینا رو حل کنیم، هفته بعدم گرما رو تمام میکنیم. محمد حسین میگه نفهمیدم، دوباره میشه بگید؟ محمد حسین کاربرا رو باز کن، بیاد رو خط ببینم چی رو نفهمیدم. محمد حسین بیا رو خط، دستتو بزن بیا رو خط. واقعا برام سواله چی رو نفهمیدی، واقعا برام سواله. محمد حسین بیاد رو خط. محمد حسین دستتو بزن بیا رو خط، چت رو بیار پایین. خب بزن اون محمد حسین رو. محمد حسین اکسپت کن. اکسپت کن بیا رو خط. محمد حسین اونجا این هنوز رو این نفهمیده که اونجا رو صفحش میاد یه بله هست یه خیر هست، باید بله رو بزنه که بتونه بیاد رو خط دیگه. فعلا رو اینم مشکل داره. خب ببندش میکروفونشو. بچه عزیز یه سوال ازتون بپرسم. محمد حسین گفت من اینو نفهمیدم، یه بار دیگه توضیح بدید. انصافا چیشو باید توضیح بدیم؟ یک سوال ساده بپرسم، یه ضرب و تقسیم داره دیگه، چیشو باید توضیح بدیم؟ بچه خدا وکیلی چیشو باید توضیح بدیم؟ یه نگاهی بهش بندازید دیگه. مثلا یارو محمد حسین یه آدمیه که از لحاظ ذهنی من میشناسمش، چند وقت پیش تو بیمارستان آزادی ملاقاتش کرده بودم. به من یه جمله گفت آقای قضاتی من قراره که توی آینده کنکور بدم و میخوام کلاس شما ثبت نام کنم. اون موقع اونجا دیده بودمش ولی واقعا فکر نمی‌کردم به این زودی مرخص بشه بتونه بیاد بیرون که کلاس ثبت نام کنه. واقعا شک داشتم. مساحت تغییراتش 81، V1 و 1000 داده 1، 3 تا آلفا ضرب در دلتا تتا هم 120. بچه یه ضرب و تقسیم اینو محمد حسین نفهمیده، میشه تو همه
محمد حسین سعی کن از مغزت هم گهگداری کار بکشی. بچه‌ها مغز محمد حسین گرونتره یا مغز قضاتی به نظرتون؟ مغز محمد حسین گرونتره یا مغز قضاتی؟ کدومش به نظرتون گرونتره؟ محمد حسین نوشته مغز من. آفرین، چون آکمن نگهش داشتی استفاده نکردی. منم نظرم با تو موافقه، مغز تو خیلی گرونه. منم چون آکمن نگهش داشتی هیچی استفاده نکردی، مطمئنا مغزی گرون خواهی داشت. مال من دیگه خیلی کار کرده، کارکردش بالاست، هیچ کس نمیخواد، ولی مال تو مطمئنا گرونه، آکمن دیگه هیچ استفاده‌ای ازش نشده. خب یه نفر گفته هیچ کدوم گرانبها نیست. مال تو گرانبهاست که اگه مال من گرانبها نیست چرا اومدی تو کلاس من داری استفاده میکنی؟ الان تو این کلاس داری چیکار میکنی؟ از بچهای آپارات نوشته بود. خب اگر برای تو گرانبهاست، مال ما گرانبهاست، تو چقدر اسکلی که اومدی برای ما که مغز نداریم تو کلاس نشستی. خب یک سوال بپرسم. من 2 ساعته در مورد کی دارم با شما صحبت میکنم؟ ابعاد. قبول دارید در مورد ابعاد دارم با شما صحبت میکنم؟ یک سوال دیگه ازتون بپرسم. بچه عزیز، چگالی یه جسم دماش زیاد بشه حجمش چی میشه؟ حجمش چی میشه؟ زیاد. میدونید اگر حجم زیاد بشه جرم چی میشه؟ یه چیزی رو گرمش کنیم دماشو ببریم بالا. بچه ها میگن زیاد. بچه ها یه چیزی رو گرمش کنیم یا هر چیزی، المیرا میگه کم. آفرین المیرا، آفرین. فقط تو بودی که اینقدر باهوش بودی کم نوشتی. المیرا جرمش ثابت میمونه. جرم مثلا یه چیزی داغ کنی اینا جرمش کم و زیاد نمیشه که، جرمش مادهش همونه دیگه، ثابته. پس جرم ثابته المیرا. بچه اگر یه چیزی رو داغ کنیم جرمش قطعا چی هستش؟ زیاد. حجمش، جرمش ثابت المیرا، حجمش چی میشه از اینجا؟ زیاد. بچه چگالیش چی میشه از اینجا؟ کم. یعنی افزایش دما باعث افزایش ابعاد میشه و کاهش چگالی. افزایش دما باعث افزایش ابعاد میشه و کاهش چگالی. کاهش دما باعث کاهش ابعاد میشه و افزایش چگالی. میدونی من چی دارم بهت میگم؟ بچه ها رو با وی چه رابطه ای داره؟ رو با وی چه رابطه ای داره؟ پس این فرمول وی نبود قبلا براتون می نوشتم 3 آلفا یا بتا می زاشتم، پشتش یه علامت چی گذاشتم براتون از اینجا؟ منفی. منفی رم شما نذارید دیگه. مگه امتحان نهایی دارید؟ مگه امتحان نهایی دارید؟ میدونید چرا منفی رو نذارید؟ میدونید چرا منفی رو نذارید؟ شعورتو به خرج بده. سوال: دما از 0 به چند رسیده؟ شعورتو به خرج بده. 100. دما زیاد شده، طول زیاد، مساحت زیاد، حجم زیاد، چگالی کم. منفیشو برای چی بذاریم؟ قبول داریم منفیشو برای چی بذاریم؟ ما که شعورمون میرسه دیگه. قبول داریم ما شعورمون میرسه، چرا باید منفی بذاریم؟ ولی اگر شعورمون نمیرسه منفی رو هم بذاریم. بچه حالا فهمیدید به جای رو 1 M1 V1 گذاشتم، فرمول چگالی رو از اینجا گذاشتم در از همونه. بچه پس یک سوال: اگر یه جسمی دماش بره بالا ابعادش چی میشه؟ ابعادش چی میشه؟ زیاد. چگالیش
کم. منفی رو بذارم؟ آیا منفی رو بذارم؟ من تو آینده یهو فردا اومدم اینو نوشتم، تشتکت که نمیپره، نمیگی او این چی بود تو نوشتی نفهمیدم، ببینم مفهومو گرفتید اینو از کجا نوشتم. چرا منفی گذاشتم؟ چون دما زیاد بشه چگالی چی میشه از اینجا کم، منفیشینه. چرا از بتا استفاده کردم الان اینی که دارم در مورد چون ماده مایع بوده. اگر 3 آلفا گذاشتم ماده چی بوده یزید از اینجا؟ جامد بوده. پس تشتکت نمیپره دیگه اگه 1% رفتم. بعد یه بحثی، کسی مشکل داره این ام بر روی وی میشه از اینجا؟ یه یادآوری ریاضی تو این سوال لازم نداریم، ولی دیگه خدا وکیلی این حجم چی بود اگر میخواستیم تو ریاضی بگیم؟ استوانه. داریوش نوشته مخروط. این برای چی بود از اینجا؟ کره. این چی بود از اینجا بخوایم بگیم؟ مکعب. بچهای عزیز، مخروطی که داریوش از نوابغ جهشینو به کار برد، یک سوال بپرسم، این شکل اسمش چی هست در حال حاضر؟ این شکلی ماها دارید الان میبینید استوانه. مساحت قبول دارید آهاش هست، یعنی پی آر 2 ضرب در هاش هست، قبول دارید به جای آ گذاشتیم؟ یه سوالی، مخروط مگه این نیست؟ مخروط مگه این نیست؟ درسته؟ این شکل من یه نگاه بندازید به چند قسمت، چند تا از این تبدیل شو. این چند تا از اونا هست، این چند تا از اونا هست. به خاطر اینه که مخروط یه ضریب 1/3 داره، چون اینجوری وصل کنی 3 تیکه میشه، این یکی از اون 3 تاست. حله. پس مخروط از اینجا اومده. بچه پس مخروط چقدر از اون شکل هست اگر داوود یه موقع خواستن؟ 1/3. یه سوال دیگه میپرسم، اشتباه نگید عزیز من، یکی یکی به من جواب بدید. قربون شکلت برم، جواب منو درست بده. این سوالی که الان میبینید جواب یا اینه یا اینه. از کجا فهمیدی یا اینه یا اینه؟ گفتی که دما زیاد شده. دما زیاد بشه ابعاد چی میشه از اینجا؟ زیاد. فقط چگالی چی میشه؟ کم. یعنی این دوتا. من فردا یه جمله رو خواهم گفت، از الان بگم بچه ها من دیروز کلن زر زدم. 0 تا 4 آب برعکسه. این جمله رو فکر کنم همتون تو ذهنتون باشه. یعنی همه اینایی که داریم میگیم درسته، ولی مثال نقلش از چند تا چنده از آب. ما دما رو زیاد کنیم ابعاد چی میشه؟ زیاد. ولی آب 0 تا 4 به جای اینی که زیاد بشه کم میشه. میدونید اون سوالش تو جزوتون نیست فردا. میدونید چی کار کردم؟ اینجوری ندادم که سوالش خفن کردم. بچه گفتم یه دونه یخ داریم. حله بچه یه دونه یخ داریم، گفتم بهش انقدر گرما میدیم، حجمش چی میشه؟ بچه دماش شده 6 درجه. میری تو گزینه ها، حواست باید باشه. یخ و آب گفتم داریم، دماش چند درجه بود؟ 0. به چند درجه رسید؟ 6. دما زیاد شد یا کم شد؟ زیاد. حجمش چی شده از اینجا؟ ابتدا کاهش سپس افزایش. اینجوری ترکیبی گذاشتم، چون از 0 تا 6 میره، اول از 0 تا چند میره؟ 4. عکس بعد از 4 درسته. پس اون آب رو چجوری اومدم استفاده کردم توی سوال؟
پس یک سوال، آب چند تا چند استثناست؟ حواستو جمع کن عزیز من. 0 تا 4. دلتا از اینجا رو چگالی خواسته دیگه، منفیشو میذارم، ولی بدون به درد ما میخوره یا نمیخوره. منفی که اومد استفاده کردن نمیخوره. یکی یکی به من بگو. ملخک یک سوال، منفی 3 تا آلفا، آلفامون 3 ضرب در 10 به توان منهای 5. دما از 0 تا 100 رفته چند تا عوض شده؟ از اینجا 100 تا. رو نده ام بر روی وی. بچه ها جرم ما چند کیلوگرم بوده؟ از اینجا 44,000 کیلوگرم. قبول 44 کیلوگرم بر متر مکعب خواسته اینو به کیلوگرم تبدیلش کردم. راستی صفر اصلا مهمه؟ من نگاه میکنم اصلا صفر مهمه؟ نه. بچه شکل ما چه شکلی به کار برده؟ از اینجا ما بخوایم بگیم گلوله یعنی کره 4/3 پی R3 شعاع 1 سانته به متر. از اول نمیذاشتید خیلی راحت در بودید. چرا؟ ام 44 صدا اوکی؟ الان صدا اوکی؟ 4/3 پی R3 این 3 آره من 1 بوده، اینم 3 آلفا 3 ستا، همش با هم دیگه ساده میشد. 3 با 3 میرفت، این با این میرفت، 11 ضرب در 9 99. پس چگالی رو همه متوجه موضوع شدن. چگالی داستانش چی بوده؟ از اینجا فقط یک جا استثناء داریم. کجا استثناء داریم که حواسمون رو جمع کنید؟ آب. یه نفر گفته با ماشین حساب حسابش کنیم. خوبیش اینه که امروز کلاس برای یه سری رایگانه، فردا حالا صحبت خواهیم کرد دیگه. حالا از اینا چون یه سری فردا حالا خیلی احساس قدرت میکنی، فردا هم حتما اینا رو وسط درس بپرس. حتما اگر میخوای. امیر حسین حیدری گفت مخرجش چجوری به دست اومد؟ موقعی که تو خواب بودی. پی رو 3 داده، شعارم 1 سانتیمتر. یه جاگذاری کردم امیر حسین. نوشته ممنون. موقعی که در حال تغذیه بودی داشتیم میگفتیم. خب یه بحث دیگه، آخرین سوال ما. بریم سراغ آخرین سوال ما. مقداری بنزین در مخزن استوانی به ارتفاع چند متر ریخته شده؟ از اینجا 5. دما چند کلوینه؟ از اینجا 263 کلوین. فاصله سطح بنزین تا بالای ظرف چند سانتی متره؟ از اینجا 25. حداقل در چه دمایی بر حسب فارنهایت بنزین از ظرف سرریز می شود؟ حل بچهای عزیز من اوکیه؟ خیلی سوال خوبی می شد اگر یه کاری می کرد. از انبساط ظرف چی کار کرده این بابا اینجا؟ متاسفانه صرف نظر. قبول دارید اینجا یه ذره بد شد برای ما؟ قبول داری؟ ولی خوبیش یه چیزه بچه، سوال یه ذره خوبه. میدونید چرا خوبه؟ چی داده از اینجا؟ چی داده به شما؟ کلوین. شما با کلوین کاری ندارید. کدوم بود که بین همه چیز رد و بدل می شد؟ سانتیگراد. آخرش بر حسب چی خواسته از شما جواب؟ و فارنهایت. یکی یکی میپرسم بگید. یه سوال بپرسم، این جامده یا مایه است؟ چیه؟ اول تکلیف منو مشخص کنید. جامده یا مایه است؟ مایه ضریب من چی هست؟ قطعاً بخوام بگم بتا.
پس از وی میرم، قبول از وی میرم، قبول از وی میرم اینجا. یک سوال، این وی رو داده یا طول ها رو به من داده؟ وی رو داده یا طول ها رو داده؟ طول اولیش چند متره؟ طول اولیش 5. چقدر فضای خالی رو میخوایم پر کنیم؟ چند سانتی متر رو؟ 25. یعنی چند سانتی متر باید تغییر کنه؟ چند سانتی متر؟ 25 سانتی متر. بچه این طوله یا حجم؟ از اینجا بخوایم بگیم حجم. طول رو بخوای به حجم تبدیل کنی در کی باید ضربش کنید؟ از اینجا مساحت. طول اولیه چند متر بود بچه‌های عزیز؟ از اینجا 5. اینو سانتی متر گذاشتید یا متر گذاشتید ملخک؟ از اینجا سانتی متر. پس 5 سانتی متر میذاریم یا 500. این طوله. شما باید طول رو بذاری یا حجم رو بذارید؟ از اینجا حجم. کسی میدونه طول چجوری به حجم تبدیل میشد؟ از اینجا در مساحت ضرب میشه. بتا رو داریم 10 به توان منهای 3. گفته چند درجه تغییر دما داریم؟ آیا گفته چند درجه تغییر دما داریم؟ بچه هم مسئله تموم شد، به دست آوردیم. حالا فارنهایت یه بار دیگه از اول مرور کنیم. بچه طراحا بخوان بازی کنن روی کی میخوان بازی کنن؟ با شما کلن طراحا بخوان بازی کنن وی. اینجا ما چند تا کنکور دیدیم که با وی بازی کرده بودن؟ یه بار 98، یه بارم 400 و چند بود که با وی بازی کردن. حله. من میپرسم شما به من بگید کره اومد وی رو چی میذارید؟ کره اومد وی رو چی میذارید؟ 4/3 این FGT رو بنداز بیرون. 4/3 PR3. مکعب اومد آ به توان چند قرار میدید؟ از اینجا آ به توان چند قرار میدید؟ از اینجا 3. استوانه اومد PR2H. مخروط اومد همون PR2Hه، فقط در کی باید ضربش کنید؟ از اینجا 1/3. مساحت دادن تو کی ضربش میکنید؟ ارتفاع دادن تو کی ضربش میکنید؟ مساحت. کره دادن آسه. گرفتید الان اینا رو؟ مال درس دیگه ریاضیاتتونه. پس بچه ها اگر یه موقع یارو به شما آ رو داد، آیا آ با وی برابره؟ آیا آ با وی برابره؟ نه. در چی ضربش کنیم برابر بشه؟ از اینجا هاش. بچه ها اگر به شما هاش رو داد، هاش با وی برابره عزیز من؟ هاش با وی نه. در چی ضربش کنیم برابر بشه؟ از اینجا آ. اگر مکعب گفت آ به توان چند بنویسیم؟ از اینجا 3. بچه ها کره گفت کسی مشکلی داره 4/3 PR3 بنویسه؟ استوانه گفت این فقط 1% مخروط به کار برد. مخروط این یه ضریب چند میگیره؟ از اینجا 1/3. یه بار دیگه ازت میپرسم درست جوابم بده. آیا دلیل این که از این فرمول میرم بتا میذارم و گرفتی؟ اول پله به پله بریم. دلیل اینو فهمیدی؟ امیر حسین برگشته گفته کلاس پاره شده تا کی هستی؟ ببین کلاس هر هفته تا ساعت 12 هست. اگر همین الان روزی نمیتونی 4 ساعت درس بخونی، 4 ساعت بشینی تو کلاس، به نظر من کلا برای کنکور نخون. آخرش تو مال این حرفا نیستی. بچه عزیز میدونید چرا شما باید الان این ساعت تو کلاس باشید؟
چون سال 10 و 11 از این ساعتها خیلیاشو پرپر کردید، درس نخوندید، الان باید توونشو بدید. واقعیت خدایی اشتباه دارم میگم؟ حضرت عباسی بد دارم میگم؟ میخوای توونم ندی؟ راستشو بگو. میخوای سختی هم نکشی؟ یک سوال بپرسم، پس برای چی اومدی الان؟ حالا یک دسته هستن که میگن ما 10 و 11 این موقع بیدار بودیم درس میخوندیم. قبول دارید میگن ما این موقع هم بیدار بودیم درس میخوندیم؟ راست میگن. اونا الان دارن درس و الان میخونن دوباره که رتبه برتر بشن. اونا دیگه بحثشون بحث قبولی نیست، قبولی خودشون رو ساختن، دنبال رتبه برتر شدنن. پس یه بحثی، یه سوالی، یه چیزی، الان میخواین هی قر بزنید خسته هستید یا دنبال درس باید باشید؟ کدومش؟ علی آقا یه دقیقه بیا. من ساعت چند اومدم مؤسسه؟ راست حسینیشو بگو. بیا اینجا. ساعت چند اومدم مؤسسه؟ من سهم خودم. بگو. 20 دقیقه بش. کجا بودم؟ بیمارستان. چرا؟ بگم؟ آره. خانومم عمل کرده بود. همین الانم از صبح بردم اتاق عمل، اونجا بودم. درست حاجی؟ الان اومدم تو کلاس، همین الانم تموم بشه صاف دارم میرم اونجا. درسته؟ مادرم گذاشتم بغلش اومدم اینجا. بله. یک سوالی بپرسم، من باید هی بگم که زودتر تموم کنیم یا شما؟ راستشو بگید، راستشو بگید. کسی که اول سال خسته شده میگه خسته شدم، بسه خسته شدم، تا آخر سال علی دوام میاره؟ بچه نه دوام میاره؟ خدا وکیلی دوام میاره؟ حلالی. پس یه بحثی، گوش کن ببین چی میشه. بیا اینجا. یک سوال، خوب گوش کن بچه. در یه مخزن استوانی ارتفاع ما چنده؟ ارتفاع ما چنده از اینجا؟ آها بچه، یه مخزن استوانی داریم. تو این مخزن استوانی خودش گفته تا ارتفاع چند متر بنزین داریم، تا ارتفاع چند متر بنزین داریم؟ 5 متر. قبوله؟ قبوله؟ اینا مقداری بنزین در مخزن استوانی به ارتفاع چند متر ریخته شده از اینجا؟ 5 متر. همین قبول دارن؟ همینو قبول دارن؟ خب فاصله بین سطح بنزین تا بالای ظرف برابر چند سانتی متره؟ آها 25 تا. پس قبول داری که اینجا عدد من برابر چند سانتی متره؟ اینی که اینجا برگشته گفته 25. حله تا اینجا؟ حله. خب یه بحثی، بیا اینجا بچه. اینجا الان اولش چند متر بنزین توش بود؟ اگر بخوایم بگیم 5. مساحت رو بگو، حجم رو بگو، ارتفاع ضرب در مساحت. کسی مشکلی داره؟ کسی مشکلی داره؟ چقدر این بر باید بره بالا برسه به قول خودش تغییر کنه؟ 25. این ارتفاع ضرب در مساحت. آیا واحدا با همدیگه برابر هستن از اینجا؟ نه. اینو بخوایم واحدا برابر بشه یا متر رو باید به چی تبدیل کنیم از اینجا؟ آها سانتی متر. یا یه کاری کنیم سانتی متر رو به متر، سانتی متر به متر یه تقسیم بر 100 میشه. بتا رو خودش به من داده، بتا رو 10 به توان منفی چند داده از اینجا بخوایم بگیم 3 ضرب در دلتا تتا. اوکی بچه‌ی عزیز؟ شروع کنیم محاسبه‌شو انجام دادن.
آ با آ میره، گوش کن، آخرش سورپرایز خواهی شد. 5 با 25 علی آقا ساده بشه چه عددی به من میده؟ از اینجا 5 تا. 10 به توان منفی 3 بیاد این بر میشه 100. 1000 با 100 بره 10. یعنی به عبارتی بهتر این عدد برابر 50 تا شد. حل بچه من. یک سوالی بپرس. گفته حداقل گرچه دمایی بر حسب درجه فارنهایت بنزین از ظرف سرریز می شود. بر حسب فارنهایت. سوال من، این دما چند کلوین بود از اینجا اگر بخوایم بگیم؟ دست رو کرد 263. حله بچه از من. 263 میدونی چند درجه سانتیگراده؟ 263 میدونی چند درجه سانتیگراده؟ منفی 10. حالا من حساباشو میکنم فقط میخوام ذهنی هم داشته باشی. دما 50 تا زیاد شده، یعنی الان دما به چه عددی رسیده از اینجا؟ 40. به فارنهایت تبدیل کن. 9/5 تتا به اضافه 32. سوالش برای کنکور امسال سوال خوبی نبود انصافا. هم تغییرات دما رو توش گذاشته بودن انصافا، هم خود دما رو گذاشته بودن، هم تغییرات مساحت و حجم. یعنی یه سوال خداوکیلی خوبی بود. حالا یک سوال بپرسم. نوشتن این تغییر دما، خوندن این سوال و سروش ننه مرده توی 15 ثانیه انجام داده، بعد برای سروش قر میزنن. خوندن و حل کردنش تو 15 ثانیه میانگین همه سوال افتاده. بچه یعنی واقعا یه همچین سوالی خوندن و حل کردنش و محاسباتش اینا 15 ثانیه میشه حلش کرد اصلا حضرت عباسی؟ خب دیگه حالا یارو میاد پشت سر سروش مثلا حرف میزنه، سروش فلان کارو کرد. بچه این سوال یه مشکلی داره. کسی میدونه مشکلش کجاست؟ کسی میدونه مشکلش کجاست؟ نه. یه سری از بچه ها اینو 4.75 میگیرن. اینو 4.75 میگیرن. مبینا میگه چرا؟ اونا درست دارن میگیرن. این سوال اینجاش یعنی واقعا آدم، یعنی صورت سوال واقعا با همون 4.75 جوره. چرا با 4.75 جوره؟ بچه ها میگه مقداری بنزین در مخزن استوانه‌ای به ارتفاع چند متر ریخته شده؟ ما میتونیم اینجوری سوال بخونیم. ببین جمله بندی رو. مقداری بنزین در مخزن استوانه‌ای به ارتفاع 5 متر ریخته شده. بچه‌ها یعنی این استوانه کلاً چند متره از اینجا؟ کلاً چند متره؟ 5 متر. اینجا از 5 متر چند مترش خالیه اگر بخوایم بگیم؟ 25. یعنی مقدار مایع اینجا چقدر بوده اگر بخوایم بگیم؟ 4.75. قبول دارید جمله بندی شد درست جمله بندی نکرده؟ عین اونجا علی اف لازم نیست اعدامش کنید، یه ویلگول جابجا کنیم. اف لازم نیست اعدامش کنید. گرفتید این جمله بندیشم اینجا ویلگولا رو درست حسابی نیامده استفاده کنه. بچه یه بار دیگه من میگم مقداری بنزین در مخزن استوانه‌ای به ارتفاع 5 متر ریخته شده. یعنی تو استوانه 5 متری یه مقدار ریختیم. بچه 25 تا خالی داره. کل استوانه چند تا بوده ملخک از اینجا؟ کل استوانه چقدر بوده از اینجا؟ آها 5 تا. چند سانت ریخته شده از اینجا بخوایم بگیم؟ 25 تا. بچه 5 متر یعنی 500 سانتی متر، 25 سانتی متر خالیه. چه عددی برای ما مونده از اینجا؟ 4.75. یه بار خودتون الان با 4.75 حل کنید به جواب برسید. پرنیا میگه کدومش درسته؟ همین الان میخوام بگم، شما فقط حل کنید، الان شروع کنید تون حل کردن.
ببینم به جواب 4.75 هم میتونیم محاسبهش انجام بدید یا نه. خب کیا حل کردن؟ بچه با اون عدد حل میکنید جواب توی گزینه ها هست یا نیست؟ در صورتی که طراح سوتی داده. گرفتید داستانشیه؟ این سوال آدم میخونه واقعا تو ذهنش این اولش این ویلگو رو نذاشته. آدم نگاه میکنه میگه مقداری بنزین در مخزن استوانه‌ای به ارتفاع 5 متر ریخته شده. خدایی شما یه نگاه بندازید. آدم تو ذهنش نمیاد که مقدار از اول مثل انسان میگفت چی میشد؟ از اول میگفت در مخزن استوانه‌ای به ارتفاع 5 متر بنزین ریخته شده. خدایی اینجوری خوشگلتر نمیشد؟ سوالو میخواستیم بگیم. اینو شما میخونید تو کنکور ناموسواری خودش گفته مقداری بنزین در مخزن استوانه‌ای سروش به ارتفاع چند متر. آدم مغزش سر کنکور اینو قفل میکنه. چرا؟ میگه این مخزن من ارتفاعش چند متره؟ 5. مقداری توش چی ریختین؟ بنزین. چند سانده از 25 تا خالیه. پس اینجا 475 تا بنزین داره. بعد با همین هم که الان خود سنجش گذاشته 1 سال. بچه گرفتی چی شد؟ پس چه اتفاقی افتاد؟ ما این سوالو من بگم کیا واقعا به ذهنش رسید با 4.75 حل کنه؟ کیا به ذهنش رسید با 4.75 حل کنه این سوالو؟ خدای من اونا رو بیشتر قبول دارم از اینا. خدای اونایی که با 4.75 رفتن بیشتر قبول دارم. سروش الان سوالش درسته؟ حضرت عباسی یه نگاه بنداز. هر دو جور میشه برداشت کردی. آخه اون 4.75 درستره اصلا جمله بندیش. ببین گفته مقداری بنزین در مخزن استوانه‌ای به ارتفاع 5 متر ریخته شده. مخزن 5 متر باشه. گفته قبول داری بچه عزیز؟ قبول داری منطقی تر هستش از اینجا؟ بعد یه بحثی اگر یارو میخواد درست بده باید میگفت در یک مخزن استوانه‌ای به ارتفاع 5 متر بنزین ریخته شده. بچه کسی میتونست دیگه واسه این مول آدرزش میرفت؟ خدا وکیلی. پس آقا این سوال اینجا درستش این بود با عدد چند حل میکردیم انصافا ما از اینجا 4.75. ولی یه بحثی بگم جواب تو گزینه نیست. قطعا بود جزء حذفیات یا دو گزینه میشد. چون نیستش دیگه به خاطر همینه که یارو باید اینو میزد. ولی بدبخت اون دانش آموزی که سر کنکور اینو حل کرده کامل قبول داری با 4.75 حل کرده دیده جواب نمیده. بعد دیگه اینو نتونسته سر کنکور بزنه یا دوباره با 5 حل کرده وقت از دست داده. بچه‌ها پس کامل فهمیدید اینجا چه اتفاقی افتاد؟ دلتا تتامون چه عددی شد برای من از اینجا؟ 50.
دمای اولیه‌مون بود 263 مساوی 273 به اضافه تتا 1. تتا 1 من برابر منفی 10 شد. بچه دما 50 تا تغییر کنه منفی 10 بوده. اولش دما چند رسه؟ 40 درجه سانتیگراد. این سانتیگراد نخواسته. چی خواسته از شما؟ دمای نهایی و فارنهایت. F مساوی 9/5 40 به اضافه 32. 40 با 5 بره چه عددی میشه از اینجا؟ 8. 8 9 تا چند تا میشه؟ 72 با 32 100 و چند تا میشه از اینجا؟ 4. بچه ها پس همه گرفتن داستان این سوال کجا بود، آدم کجاشو اشتباه میکرد. من جای شما بودم واقعا من اگر این سوال حل میکردم انصافاً به نظرتون من با 5 حل میکردم یا 4.75 حل میکردم از اینجا؟ من خودم با 4.75 میرفتم. من خودم سر کنکور بودم انصافا اینو با 4.75. آدم باید واقعیت رو بگه دیگه. بچه همه گرفتن چه اتفاقی افتاد؟ همه گرفتن چه اتفاق افتاد؟ این از این. یه موردی بگم، این سوالای کلن چیز خاصی به نظرم نداشتن، فقط به درد این میخور که ما توضیح بدیم که یه خوبی داشتن. ولی به نظر من اینجا حل تستا به ما چیزی آموخت، حل خود تستا به ما چیزی آموخت، ولی باعث شدن تستای کنکور ساده است درسنامه رو بیشتر، یعنی راحتم برای فردا. یعنی چی؟ بچه ها وقتی که برای دانش آموزم میام دلتا وی مساوی وی 1 بتا منهای 3 آلفا دلتا تتا، دانش آموزم من یه چیزی میفهمه. چرا از بتا استفاده کردم؟ چون مایه دارم. بله. چرا از 3 آلفا استفاده کردم؟ چون جامد دارم. خب اینا که 2 تاست، چرا یه بار تو فرمول نوشتم؟ چون حجما با هم دیگه چی بودن از اینجا؟ برابر بودن. یک سوال دیگه، وقتی من دیدم طول رو داده مساحت رو خواسته، طول و مساحت جنساش یکیه؟ نه. چی کارش کنیم اوکی میشه از اینجا طول و مساحت جنساش یکی نیست؟ آها، نسبت بگیریم. پس اینا رو کامل فهمیدید. یه سوال دیگه بچه عزیز، جامدات ابعاد دما زیاد بشه، ابعاد چی میشه؟ دما زیاد بشه، ابعاد زیاد میشه. فقط یه سوال ول کن دیگه، دارم اینجا چیز میکنم تا هم رفتی اونجا. ابعاد زیاد میشه، چگالی کم میشه. همه ماده صرف میکنه جز همه ماده صرف میکنه جز آب چند تا چند؟ 0 تا 4. یعنی از 0 تا 4 دما زیاد میشه، به جای اینکه حجم اینا زیاد بشه داره پدرسوخته کم میشه. اگر من وی دیدم مکعبه، به جای وی چی بذارم که درست در بیاد؟ آب توان 3. اگر من دیدم وی کره گفته چی بذارم درست در بیاد؟ 4/3 پی آر 3. اگر دیدم استوانه هستش پی آر 2 هاش. یک سوال، آ رو دادن ولی من وی میخوام، در چی ضربش کنم؟ آ رو دادن من وی میخوام، هاش رو دادن من وی میخوام، در چی ضربش کنم؟ از این. طول رو دادن من مساحت میخوام، خب طول رو در چی باید ضربش کنیم از اینجا؟ عرض یا در طول دیگر. گرفتی چی شد؟ حالا هر سطحی رو هستن. یک سوال دیگه، ما تغییرات جامدمون بیشتر بود یا تغییرات مایعمون بیشتر بود؟ اگر بخوایم بگیم مایع، جامد تغییراتش خیلی 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 کمه، خیلی 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 چی هستش از اینجا؟ زیاده. حل پس تا اینجا. یه بحثی بگم، جزوه رو نگفتم پرینت بگیرید، جزوه رو فردا دیگه تکمیله بهتون توضیحش رو میدم. من یه چیزی از شماها میترسم، راست حسینیشو بگم.
طعم اینا زیر دندونتون لذت بخش باشه. عادت کنید به اینا، کلاس چهارشنبه رو نیایید. یعنی عادت کنید به تنپروری. من از اینتون میترسم. به خاطر این میخوام جزوه این سواله سنگین تألیفی رو بذارم زیر این، ولی روزهای سه شنبه فقط کنکور رو حل کنم، تألیفیاشو حل نکنم. یعنی وسط اینا اون سواله باشه. این کارو بکنم چون اینجا تیپ بندی هم هست، راحت ترین. عرفان جان دارم زر میزنم هی بار نوشی تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که دهنتو ببندی گوش کنی. اینم تکلیف تو. بعد مثل میشه. الان این تکلیف توه دیگه. بچه عرفان عزیز الان تو کلاس، بعد یه چیزی میگه تکلیف. اولاغ عزیز تو با این تستایی که الان من حل کردم چه تکلیفی؟ الان جزوه پارسال بری کنی تو اووردوز میکنی. مثلا واقعا فکر میکنی که مثلا اینا، من مثلا پارسال از اینا میگفتم، امسال انقدر دیگه گفتن آقا ما ضعیفیم، گفتم باشه بیا اینم برای تو ضعیف. ولی فردا قرار نیست ضعیف بمونی، فردا باید دیگه قشنگ عرق بریزی. عرفان جان الانم هر کسی از هر جایی میخواد تکلیف بزنه بزنه، با مسئولیت خودش هیچی نمیتونه حل کنه، چون سواله آسون کنکوره. ولی فردا از کلاس اومدی بیرون، از هر ننه قمری از هر جایی خواستی بگیر، به تکالیف تجاوز کن، قشنگ حله. پس تا فردا میتونی تا ساعت 3:30 دوام بیاری، بعدش بری تکالیف هر جا خواستی حل کنی. حل عرفان جان. پس دهنتو ببندی بیشتر استفاده میکنی. پس بچه عزیز فاطمه جان اگر دهنتو ببندی اجازه بدی من صحبت کنم. الان مثلا جواب استاد بخشی کلاس فردا ساعت چنده؟ فاطمه جان الان من جواب تو رو بدم، جواب یکی دیگر رو باید بدم، یکی دیگه تا فردا همون موقع کلاس همینجور باید جواب شما رو بدم. خب میتونید چند دقیقه گوش کنید؟ من از اینجا صبا بلیزاده مثلا نشه استاد پیغام من میاد. بله عزیزم من حواسم به چت تو هست. خب حالا که دیدی داره پیغامت میاد، مثلا چه چیزی عاید شد؟ کاپ قهرمانی بهت دادن یا از اون خواستگارات یه نفر بهت بله داد؟ چی شد الان؟ مثلا چی شد الان؟ چه اتفاق افتاد که مثلا اینو فرستادی وسط صحبت من؟ خب من یه ترسی دارم این سوالا راست حسینیشو بگم، سوالهای کنکور سراسریه، برای کنکورتون کافیه رک و رو راست بگم. ولی یه چیزی بهتون بگم، واقعیتش شما اگر 3 روز مونده به کنکور نجات بودید، من اینا رو میگفتم مثل بچه ها. حیف نیست 1 سال وقت داریم وقتمون رو بذاریم روی این سوالات. رک و رو راست بگید. حیف نیست 1 سال وقت داریم وقتمون رو بذاریم روی این سوالات. حیف نیست اصلا بابت این سوالا به من هزینه پرداخت کنی که من به تو درس بدم. رک و رو راست. اصلا مثلا برای این سوالا چه چیز خاصی دارن؟ بچه نکته خاصی دارن آیا بخوایم بگیم؟ حضرت عباسی اینجا من درس رو میدم، اوکی بچه عزیز، درس رو اینجا میدم، مطالب رو اینجا جا میندازم، ولی شما عادت نکنید به اینا خیلی خوبن، عالیان، برای کنکور اوکیه. ولی یه چیزی بهتون بگم، توی 1 سال منطقی این سطح کار کنید. واقعا آزمونای آزمایشی میخوایم بریم با رقیباتون. بچه عزیز من شما اگر 80% یاد بگیرید تو کنکور 80% میزنید. رک بگید، واقعیت رو بگید. شما باید به مرحله‌ای برسید که سوالای کنکور رو میبینید خندتون بگیره. یعنی هر جا سوال کنکور دیدید حل نکنید، بگید سوال کنکور چیزی نداره که من وقتمو بذارم. پس یه بحثی بگم، این جزء فوق‌العاده است، کنکور از اینا خواهد اومد، ولی یه بحثی بگم، آیا تو این سطح کار کردن باعث میشه که شما در 1 سال افزایش مغز و افزایش سواد و افزایش سرعت عمل و اینا رو داشته باشی؟ ما الان درس رو گفتیم تموم شد، ولی فردا سوالای خوب حل میکنیم. یه سوالی بپرسم، کنکور امروز راحت بودی یا سخت بودی؟
سخت بود برات، امروز مثلا راحت بود یا سخت بود؟ راحت بود، پس به هیچ دردی نمیخورم. هر موقع تو کنکور دیدی سختی داری میکشی، زجر داری میکشی، عرق داری میریزی، اشکت داره در میاد، متوجه نمیشی، نمیفهمی، به موفقیت داری نزدیک میشی. بچه کنکور مسیریه که همه چیز رو باید بفهمی، راحت باشه، سوالا رو قبل از قضاتی خود تون حل کنی. آیا مسیر کنکور این مسیر واقعیتش، آیا این مسیر رو ما گذاشتیم که شما اینجا حداقل خیالت راحت باشه که شماها سوالهای کنکور رو قورت میدید. قبول بچه‌های عزیز من سوالهای کنکور رو قورت میدید؟ ولی یه چیزی بهتون بگم، میدونید چرا سطح کلاس باید بالا باشه؟ دلیلش رو میدونید چرا؟ شما همه چیز رو فراموش خواهی کرد، همه چیز یادتون میره، همه چیز. بچه اگر این سوالا رو کار کنیم اینا یادتون میره، ولی ما سنگین ها رو کار کنیم، سنگین ها چون با زجر یاد گرفتی خیلی احتمالش کمه یادت بره و اونا یادت بره، ولی اینا رو هوا حل میکنی، چون اینا دیگه اصلا دیگه برای پیش پا افتاده میشه، امکان نداره رو اینا گیر کنید. این جمله منو شما شاید متوجه نشید ولی پشت کنکوریای عزیز متوجه میشن. پس بچه عزیز من عادت به اینا نکنید. حل بچه عزیز من، امروز اشک ریختید، امروز گریه کردید من متوجه نمیشم، امروز الان اینا رخ داد، نه، پس تو به کنکور نزدیک نشدی. فردا قراره قشنگ بیای رو. بچه عزیز کسی بخواد لاغر بشه، مسعود، کسی بخواد بدنش عضله در بیاره باید بخوابه لنگا رو بده بالا؟ نه، یه سال واقعا بچه ها همینه، مثلا بخوابه لنگاشو بندازه رو هوا بگه من بدنم خوب میشه. کسی بخواد بدنش خوب بشه باید چیکار کنه؟ حضرت عباسی باید چیکار کنه؟ رژیم بگیره، حوازی بکنه، باشگاه بره. یعنی اشک میریزه یا نمیریزه؟ تا اشک نریزه بدن ساخته میشه. مهدی حاجی زاده میگه استروئید میزنیم میخوابیم. منم موافقم، استروئید میزنیم تو قبر میخوابی دیگه، بعد از این مدت کبدت هم دیگه نداری. منم موافقم. مهدی حاجی زاده ما اینجا میخوایم با آدمای باشعور صحبت کنیم. تو چرا تو این کلاس هستی؟ مثلا همه چیزو بچه‌ها به شوخی خنده میگیرید. مهدی حاجی زاده یادتون باشه افرادی مثل اینا که همه چیزو مثلا به شوخی خنده میگیرن، آخر سال یادتون باشه. ببین یک جمله من پارسال به بچه‌ها گفتم، الانم به شما میگم. بچه‌ی عزیز یه بحثی بگم، سال بعد هیچ عهد و ناسی به من پیغام نده که آقای قضاتی من کلاستون بودم ولی نتونستم استفاده کنم، تو رو قرآن به من تخفیف بده. آقای قضاتی من روم نمیشه از خانواده پول بگیرم، تو رو قرآن به من تخفیف بده. آقای قضاتی من فلانم، منو تو کلاس بورسیه کن، من پارسال نخوندم. بچه عزیز آقای قضاتی میشه همایش نجات یه تخفیف بدی ثبت نام کنم از طول سال عقب افتاد. بچه به هر خری هم تخفیفو بدم، به تو یکی عمرن بدم، چون فرصت داری، از فرصت استفاده کن. یک چیزی بهتون بگم، امسال جو کلاس قضاتی از همه سالها بیشتر بود دیگه. خدایی برای کنکور تیر صحبت در مورد قضاتی دیگه به اوج خودش رسیده بود توی کنکور تیر. میدونید چرا؟ چون من همیشه میگفتم دانش آموز پشت کنکور باشه خیلی بهتره. دانش آموز با اردیبهشت پشت کنکور بود فهمید. الانم یه خواهشی ازت دارم بچه عزیز من، وقتتون رو غنیمت بشمارید تا روز کنکور. پس فردا قراره که اشغال کنیم یا اشک بریزیم؟ راست حسینیشو بگم، فردا قراره که یه بحثی دوست داری با اشکای امروزت روز کنکور
خنده رو به دست بیاری، بخندی، یا دوست داری امروز بخندی روز کنکور اشک بریزی. انتخاب با خودت، به من هیچ ربطی نداره. هر کسی دوست داره امروز اشک بریزه، امروز سختی رو تحمل کنه، روز کنکور بخنده. هر کسی دوست داره امروز عشق و حال کنه، درس نخونه، هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. فقط یه بحثی، روز کنکور حالشو میبینه. بچه‌های عزیز، سوالا سخت بود یا آسون بود؟ خداییش آسون بود. باورتون میشه میانگین کشور آقا مسعود تو فیزیک 3%؟ نه، میانگین کشور 3%. یعنی به طور میانگین بچه ها فقط چند تست رو جواب میدن؟ یک تست. یک سوال. این شما این تستای کنکور دلیلش رو روش فکر کنید دیگه چی هستش. دلیلش از معلم بده. این 100 سوالات از معلم بده. یک سوال کتاب تست نداره. اینا اصلا این سوالا به کتاب تست نیاز داشتند؟ خدا وکیل تمرینای کتاب درسی از این بهتر نیستن؟ خدایی دیگه حرف حق بزنید دیگه. فقط مشکل اینه میخندن، روز کنکور توهم میدن. فردا آماده باش، ساعت 3:30. حل بچه‌ی عزیز، فردا 3:30 سر کلاس آماده باش. فردا جزوه رو کامل بهت توضیح میدم، جزوه رو دیگه میذارم رو پنلت، دیگه میتونی بعد از کلاس بری پرینتش رو بگیری. حل بچه‌ی عزیز، پس فردا بعد از کلاس. خسته نباشی.